سلام به همراهان نبض سبز. با یه برنامه دیگه با شما می توانید این برنامه و بقیه برنامه‌ها رو در یوتیوب و آپارات ببینید. خوشحال میشیم صفحه اینستاگرام نبض سبز رو دنبال کنید. شما می توانید با فعال کردن دکمه زنگوله در هر سه پلتفرم از آخرین برنامه‌های ما با خبر بشید. لایک و کامنت و فالو فراموش نشه. با ما همراه باشید. در این برنامه به امارات میریم، جایی که بزرگترین پلن فکتوری دنیا در سال 2022 افتتاح شد و شخص حاکم دبی رسما از اون بازدید و اونا افتتاح کرد. این پلن فکتوری نزدیک به فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم دبی ورلد سنترال واقع شده. بوستانیکا به معنی باغ یا بستان شمال در زبان عربی بزرگترین مزرعه عمودی جهان و نقطه عطفی برای تاریخ امارات متحده عربی است. این مرکز سرمایه‌گذاری بالغ بر 40 میلیون دلار آمریکا داشته است. سال 2018 این مرکز شروع به بهره‌برداری و ساخت شده و 4 سال بعد سال 2022 ساخت آن به اتمام رسیده. یکی از سرمایه‌گذاران این مرکز شرکت فلای امارات است. این مجتمع در 3 طبقه و به مساحت 30658 متر مربع ساخته شده است. این مجتمع 1 میلیون گیاه را در خود جای می‌دهد که این 1 میلیون گیاه با ارقام مختلف وجود دارد. آب این مجتمع از طریق آب خلیج فارس و با فناوری شیرین‌سازی اسموز معکوس تامین می‌شود. کلیه گیاهانی که در این مجتمع پرورش پیدا می‌کنند در فضای باز 317 لیتر آب نیاز دارند تا 1 کیلوگرم از آنها تولید شود. اما در این مجتمع با فناوری هیدروپونیک بسته این عدد تنها 15 لیتر به ازای هر 1 کیلوگرم محصول تولید شده است. یعنی این مجتمع 250 میلیون لیتر آب در سال در مقایسه با کشاورزی سنتی برای همین محصولات صرفه‌جویی می‌کند. 1000 مگاوات در تولید آب صرفه‌جویی می‌کند و این عملاً یعنی 95% آب کمتری نسبت به کشاورزی سنتی این مجتمع مصرف می‌کند. فرسایش خاک در این مجموعه وجود ندارد، زیرا استفاده از سیستم هیدروپونیک شما را از استفاده از خاک کاملاً بی‌نیاز می‌کند. اتلاف آب در این مجتمع 0 است، زیرا با سیستم هیدروپونیک بسته آب تصفیه شده و دوباره بعد از اصلاح عناصری در سیستم تغذیه قرار می‌گیرد. در حال حاضر انواع سبزیجات مانند کلم‌پیچ، اسفناج، کاهو، سبزیجات مخلوط در این مجتمع تولید می‌شود. در آینده برنامه‌هایی برای رشد میوه‌ها و محصولات دیگر نیز وجود دارد. تکنیک‌های کشاورزی و فناوری‌های نوآورانه به طور کامل استفاده از هر گونه سموم شیمیایی را در این مجتمع به 0 رسانده. خطر بیماری‌های قاچی و بیماری‌های ناشی از آن تقریباً به طور کامل از بین رفته، زیرا سطح رطوبت مدیریت شده و تعاملات انسانی با محصولات کشاورزی بسیار محدود است. آب فیلتر شده و خالص شده با ترکیبی دقیقاً محاسبه شده از مواد مغذی به گیاهان داده می شود و باقی مانده نیترات و سایر عناصر در این محصولات وجود ندارد. محصولات تولیدی در این مجتمع فراتر از ارگانیک بوده و بلافاصله پس از برداشت آماده مصرفند. نیازی به هیچ گونه شستشو نیست. کشاورزی دقیق یعنی همین. محیط کنترل شده با سیستم‌های حلقه بسته تضمین می‌کند که هیچ گونه مواد غذایی و مغذی از دسترس نمی‌رود. و یعنی اتلاف کودی و کودهای هیدروپونیک 0 است در این مجتمع. به دلیل تولید این محصولات در امارات به سریع‌ترین شکل ممکن از مزرعه تا سفره ملت امارات این محصولات منتقل می‌شوند. ارزش غذایی خود را حفظ کرده، ترد و طعم و کیفیت بهتری دارد. در این مجتمع بخش‌های قابل توجهی از فناوری آن در خاک امارات و توسط خود اماراتی‌ها ساخته شده است.
از یادگیری ماشینی یا ماشین لرنینگ، هوش مصنوعی و روش‌های پیشرفته برای رشد و نگهداری گیاهان در این مجتمع استفاده می‌شود. این به این معناست که گیاهان توسط میلیون‌ها داده که روزانه برای حداکثر رشد جمع‌آوری می‌شوند پشتیبانی شده و با مقدار دقیق و مورد نیاز نور، آب و مواد مغذی گیاهی هیدروپونیک تأمین و تغذیه می‌شوند. تیم کاری این مجتمع شامل متخصصان زراعت، باغبانی، مهندسان و دانشمندان است. تیم‌ها با پشتیبانی کامل کنترل‌های دیجیتال شرایط رشد گیاهی را نظارت می‌کنند، داده جمع‌آوری کرده و نمونه‌ها را برای بهبود بازده و دانش چرخه رشد گیاهان آزمایش می‌کنند. این مجتمع از برنامه ملی استراتژی غذایی امارات 2051 حمایت می‌کند. برنامه‌ای که شامل تولید محصول قابل اعتماد و برای تمامی سال و با زنجیره تأمین پایدار است. مستقل از شرایط آب و هوایی و انواع حملات آفات و بیماری‌های گیاهی است. زمان برداشت کاهش پیدا می‌کند. همچنین این مجتمع از دستور کار استراتژی امنیت آبی 2036 امارات نیز حمایت می‌کند که شامل 95% آب کمتر و استفاده از آب بازیافتی این مجتمع، یعنی همان سیستم هیدروپونیک بسته که اتلاف آب در این مجتمع را به صفر رسانده. اگر بخواهیم درباره کشاورزی عمودی این مجتمع بگیم، باید گفت کشاورزی عمودی روشی برای رشد گیاهان با استفاده از محلول‌های غذایی معدنی در آب و بدون خاک است. با کشاورزی عمودی گیاهان در محیط کاملا کنترل شده رشد می‌کنند. همه چیز از دما، رطوبت، روشنایی، آب و مواد مغذی به طور دقیق نظارت و کنترل می‌شود که رشد واضح را به حداکثر رسانده و هر گونه خطر آلودگی را از بین می‌برد. در ادامه تیزری از معرفی این مجتمع می‌بینیم که تیم برنامه‌سازی نبض سبز آن را برای شما دوبله و پخش کرده است. خاک مناسب کشاورزی، آب‌های شیرین و آب شرب در حال نابودی است. در این شرایط تولید غذا از بزرگترین چالش‌های بشر است. اما چه می‌شد که دیگر کشاورزی خاک را از بین نمی‌برد؟ اما این دیگر فقط یک رویا نیست. بوستانیکا آن را ساخته است. به صورت طبقاتی و پایدار، بدون توقف، با استفاده از علم کشاورزی هیدروپونیک، با 95% آب کمتر و بدون استفاده از ذره‌ای از سموم کشاورزی. و این یعنی محصولات اینجا فراتر از ارگانیک هستند. بلافاصله بعد از برداشت آماده مصرف، بدون نیاز به هیچ گونه شستشویی. بوستانیکا نماد خودکفایی مهندسی شده امارات در کشاورزی.